شکرانه هر روز بباشد شکری که ندارد طمعی از برای بردن سود در دنیا و رساندن ضرری بر شخصی، بلکه باید هر دم شکری بکنید از سر برکت دادن بر همگان که رساند برکت بیشتر بر خودتان. و بدانید راز شکر که بباشد در خود شکر، که کنیم شکر از برای روزی بی منت خالق